نبرد عظیم، الن جی وایت، فصل 6، هاس و جروم. وقتی جسد هاس به کلی سوخته شد، خاکسترش با خاکی که بر آن قرار داشت جمع شده به رودخانه راین ریخته شد و به اقیانوس حمل شد. جفا رسانندگان به او به باطل تصور می کردند حقیقتی که او موعظه کرده بود ریشه‌کن کردند. به خواب خیالشان نرسید که خاکسترش که در آن روز به دریا رسید چون بذری شد که به تمامی کشورهای جهان پراکنده گشت و اینکه در سرزمین‌های ناشناخته با شهادت برای حقیقت میوه فراوان به وجود خواهد آورد. صدایی که در تالار کنستانس صحبت کرده بود طنینی به وجود آورده بود که در تمام قرون آینده شنیده خواهد شد. هاس دیگر وجود نداشت، ولی حقیقتی که برایش جان داد هرگز نابود شدنی نبود. الگوی ایمان پایداری او عده کثیری را تشویق خواهد کرد تا علیرغم جفا و مرگ برای حقیقت ایستادگی کنند. اعدام او ظلم خائنانه روم را برای تمام دنیا آشکار نموده بود. دشمنان حقیقت ندانسته کاری را که سعی در نابودیش داشتند جلو برده بودند. با این حال تیر آتش سوزی دیگری باید در کنستانس برپا می شد. خون شاهد دیگری باید برای حقیقت شهادت می داد. جروم در حین خداحافظی از هاس وقتی راهی شورا بود او را به شجاعت و استقامت تشویق کرده و اعلام نمود چنان که او در مخمصه گرفتار شود خودش به کمک او خواهد شتافت. شاگرد وفادار به محض اطلاع از زندانی شدن هاس بلافاصله در تدارک وفا به عهدش برآمد. بدون اماننامه همراه با یک نفر به سوی کنستانس حرکت کرد. به محض ورود متقاعد گشت که بدون انجام کاری برای رهایی هاس فقط خود را در معرض خطر قرار داده است. او از شهر فرار کرد، ولی در مسیر فرار به خانه دستگیر شد و در غل و زنجیر و همراه با گروهی از سربازان به شهر برگردانده شد. در نخستین ظهورش در حضور شورا تلاش‌هایش در مقابل دفاع از اتهامات اقامه شده بر علیهش با فریادهای بسوزانیدش مواجه شد. او به سیاهچال افکنده شد و نحوه به زنجیر کشیدنش موجب درد و ناراحتی فراوان برای او شد و فقط با نان و آب تغذیه می شد. بعد از چند ماه بیرحمی‌های تحمیل شده بیماری را گریبانگیر جرم کرد که زندگیش را تهدید می کرد و دشمنانش از ترس اینکه مبادا از مجازات فارغ شود شدت اعمال بیرحمانه را کاستند و او به مدت 1 سال در زندان ماند. مرگ هاس نتیجه ای را که پیروان پاپ انتظار داشتند به دست نیاورد. نقض اماننامه طوفانی از خشم برافروخته بود و به عنوان راه امن‌تر شورا تصمیم گرفت به جای سوزاندن جروم او را در صورت امکان وادار به ترک عقایدش کنند. او را در برابر شورا حاضر کردند و 2 گزینه نفی یا ترک عقاید و یا سوختن با آتش را در برابرش قرار دادند. مرد در ابتدا به زندان افتادنش و در مقایسه با عذاب وحشتناکی که متحمل شده بود رحمت بود، ولی اکنون به خاطر ضعف از بیماری و سختی‌های تحمیل شده زندان و شکنجه ناشی از اضطراب و بلا تکلیفی، جدایی از دوستان دلشکستگی از مرگ هاس، بردباری جروم تحلیل رفته بود و موافقت کرد تا به شورا تمکین کند. او خود را متعهد به پیروی از ایمان کاتولیک نمود
و تصمیم شورا مبنی بر محکوم کردن تعالیم ویکلیف و هاس و همچنین حقایق مقدسی که آنها تعلیم داده بودند را پذیرفت. جروم با این تدابیر سعی کرد صدای وجدان خود را ساکت نموده و از نابودی خلاصی یابد، ولی در خلوت زندانش آنچه را که انجام داده بود واضح‌تر مشاهده کرد. او راجع به شجاعت و وفاداری هاس در مقایسه با انکار حقیقت خودش بیشتر اندیشید. او به استاد آسمانیش که کمر همت به خدمت او بسته بود و به خاطرش مرگ با صلیب را تحمل نموده بود فکر کرد. قبل از انکار عقایدش در میان تمام عذاب‌هایی که کشیده بود در اطمینان از رضای خدا تسلی یافته بود، ولی اکنون ندامت و شک روحش را عذاب می‌داد. او می‌دانست که قبل از حصول آشتی با روم می‌باید باز هم عقاید خود را انکار کند. راهی را که به آن وارد می‌شد تنها به ارتداد کامل ختم می‌شد. با خود تصمیم گرفت برای فرار از عذاب کوتاه مدت خداوندش را انکار ننماید. چیزی نگذشت که او را دوباره به حضور شورا آوردند. تسلیم شدن او داوران را راضی نکرده بود. آتش آنها برای خون که با مرگ هاس سیراب شده بود تمنای قربانی تازه‌ای را می‌کشید. جروم فقط با تسلیم به چون و چرای حقیقت می‌توانست زندگیش را حفظ کند، ولی او تصمیم گرفته بود تا با اعتراف ایمانش از برادر خود در شهادت به وسیله آتش تبعیت کند. او انکار قبلی عقاید خود را پس گرفت و به عنوان شخص مشرف به مرگ تقاضا کرد فرصتی برای دفاع از خود داشته باشد. اسقف‌ها هراسان از اثر کلامش اصرار داشتند که او فقط عادلانه بودن اتهامات وارد شده به خود را یا بپذیرد و یا رد کند. جروم بر علیه چنین ظلم و بی‌عدالتی اعتراض کرد و گفت شما مرا برای 340 روز در زندانی وحشتناک در میان کثافت، شرایط نفرت انگیز، بوی تعفن و نیاز بی حد و حصر به همه چیز نگه داشته اید و سپس مرا به اینجا آورده گوش به دشمنان خونخواه من می دهید، ولی از شنیدن سخنان من امتناع می ورزید. اگر شما واقعا مردان حکیم و نورهای جهان هستید سعی کنین بر ضد عدالت گناه نورزید، و اما من انسانی ضعیف و فانی هستم. زندگی من اهمیت ناچیزی دارد و وقتی نصیحت می کنم که حکم غیر عادلانه صادر نکنید بیشتر به خاطر شما صحبت می کنم نه به خاطر خودم. جروم تقاضایش بالاخره اجابت شده در حضور داورهای خود زانو زد و دعا کرد که روح القدس افکار و کلامش را کنترل نماید تا چیزی مخالف حقیقت و نالایق نسبت به سرورش بر زبان نراند. برای او آن روز وعده خدا به شاگردان اولیه تحقق پذیرفت. به خاطر من شما را نزد والیان و پادشاهان خواهند برد، اما چون شما را تسلیم کنند نگران نباشید که چگونه یا چه بگویید. در آن زمان آنچه باید بگویید به شما عطا خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر شماست که به زبان شما سخن خواهد گفت. انجیل متی فصل 10 آیه های 18 تا 20. سخنان جروم حتی در دشمنانش حیرت و تحسین برانگیخت. برای 1 سال کامل بدون امکان دیدن یا قرائت چیزی و در عذاب جسمی زیاد و اضطراب روانی به زندان افکنده شده بود. با وجود این استدلال‌هایش با چنان وضوح و قدرتی ارائه می‌شد که گویا فرصتی کافی برای مطالعه داشته است. او برای شنوندگان اشاره به صف طولانی مردان مقدسی نمود
که توسط قضات ناعادل محکوم شده بودند. در هر نسلی کسانی وجود داشتند وقتی برای اطلاع مردم زمان خود کوشیده‌اند مورد سرزنش قرار گرفته و تبعید شدند، ولی در عصر بعدی به عنوان افراد در خور احترام شناخته شدند. خود مسیح در محکمه ناعادلانه به عنوان مجرم محکوم شد. جروم در پس گرفتن اعترافش استحقاق صدور حکم محکومیت هاس را تأیید نموده بود. او اکنون توبه خود را اعلام نموده و به بیگناهی و قدوسیت هاس شهید شهادت داد. وی گفت: من او را از دوران کودکی می شناختم. او انسانی والا مقام، عادل و مقدس بود و با وجود بیگناهیش محکوم گردید. من نیز آمادم بمیرم و در برابر عذاب‌هایی که توسط دشمنانم و شاهدان دروغین آماده شده است عقب نشینی نخواهم کرد، چرا که روزی باید در حضور خدای بزرگ که شخصی یارای فریب دادن او را ندارد جواب حق بازی را بدهند. جروم در ادامه سرزنش شخصی خیش به خاطر انکار حقیقت ادامه داد: از بین تمامی گناهانی که از دوران جوانی مرتکب شده‌ام گناهی نیست که به اندازه آنچه در این محل مرگبار مرتکب شده‌ام بر فکر من سنگینی کند و باعث چنین ندامتی نیشدار شده باشد. وقتی حکم شریرانه بر ضد ویکلیف و شهید مقدس جان هاس استاد و دوست خود را تأیید نمودم، ولی قلباً اعتراف می کنم و با وحشت اعلام می کنم که با خفت شانه خالی کردم زمانی که از ترس مرگ تعالیم آنها را محکوم کردم. بنابراین ملتمسانه از خدای قادر مطلق تمنا دارم از سر لطف خود گناهان مرا، مخصوصا این یکی را که قوی ترین آنهاست، ببخشد. او اشاره به قضات نموده آمرانه گفت: شما ویکلیف و جان هاس را محکوم نمودید، نه برای به لرزش در آوردن تعالیم کلیسا، بلکه به خاطر مردود دانستن افتضاحاتی که از روحانیون نشأت یافته تجمل و تکبرشان و تمام شرارت‌هایی که از اسقف‌ها و کشیش‌ها سر می‌زنند. آنچه که آنها تأیید نمودند و غیر قابل انکارند، من هم مانند آنها اندیشیده و اعلام می‌نمایم. سخنانش را قطع کردند. اسقف‌ها لرزان از خشم فریاد برآوردند: چه احتیاجی به مدارکی بیشتر هست؟ ما به چشم خود سرسخت‌ترین بدعت‌گذار را می‌بینیم. جروم بدون تأثیر از طوفان فریاد زد: چه هراس است؟ فکر می‌کنین من از مرگ می‌ترسم؟ برای 1 سال کامل مرا در زندانی وحشتناکتر از مرگ بود نگه داشتید و بیرحمانه تر از یک ترک، یهودی یا بتپرست با من رفتار کردید و گوشت بدن من زنده بر استخوان‌هایم فاسد شده است، ولی شکایتی نکردم، زیرا سوگواری شایسته مرد دارای قلب و روح نیست. ولی من چاره‌ای جز اظهار حیرت از چنین وحشیگری بزرگ نسبت به یک مسیحی ندارم. دوباره طوفانی از خشم به پا خاست و جروم را به سرعت به زندان فرستادند. با این وجود کسانی در جمع بودند که گفتار او تأثیر عمیقی بر آنها گذاشت و علاقمند نجات جانش بودند. بزرگان کلیسایی او را ملاقات کردند و اصرار داشتند که خود را تسلیم شورا نماید. برای پس گرفتن مخالفتش نسبت به روم درخشانترین وعده‌های غیر منتظره به او داده شد، ولی جروم مانند سرورش زمانی که جلال دنیوی به او ارائه شد در پایداریش پابرجا ماند. او گفت: اگر اشتباه بودن مرا از کلام خدا ثابت کنید، آنگاه من صرف نظر خواهم نمود.
یکی از وسوسه کنندگان فریاد کشید: کتاب مقدس، آیا همه چیز باید مطابق آنها ارزیابی شود؟ چه کسی قادر است آنها را بفهمد مگر اینکه کلیسا آن را تفسیر کرده باشد؟ جروم جواب داد: آیا سنت‌های انسانی مستحق‌تر از انجیل نجات دهنده من برای ایمان هستند؟ پولس کسانی را که با آنها نامه نوشت تشویق نکرد که از سنت‌های انسانی تبعیت کنند، بلکه گفت کتب مقدس را تفتیش کنید. یکی جواب داد: ای بدعت گذار، من پشیمانم که چنین طولانی از تو التماس کردم. میبینم که شیطان تو را ترغیب میکند. بلا فاصله حکم اعدام وی صادر شد. او به همان محلی برده شد که هاس در آنجا جان خود را فدا کرده بود. او در راه سرود میخواند و صورتش از شادی و آرامش منور گشته بود. نگاهش به مسیح دوخته شده بود و مرگ وحشت خود را از دست داده بود. وقتی جلاد برای روشن کردن هیزم‌ها پشت سرش رفت، شهید فریاد زد: با شهامت پیش بیا، آتش را پیش روی من روشن کن. اگر می ترسیدم اینجا نمی بودم. آخرین حرفی که زد وقتی شعله‌های آتش دوربر او را گرفتن یک دعا بود. او فریاد زد: خداوندا، پدر قادر مطلق، بر من رحم فرما و گناهانم را ببخش، زیرا می‌دانی که همیشه حقیقت تو را دوست داشتم. صدایش قطع شد ولی لب‌هایش همچنان با دعا خواندن می‌جنبید. وقتی آتش کار خود را انجام داد، خاکستر شهید و خاک زیر آن را جمع کردند و مطابق آنچه در مورد هاس انجام دادند آن را به رودخانه راین ریختند. بدین سان حامل نور وفادار خدا از بین رفت، ولی نور حقیقی که آنها اعلامش نمودند، نور الگوی قهرمانانه آنها، خاموشی ناپذیر بود. جلوگیری از روزی که مشرف به طلوع بر دنیا بود مانند آن بود که مردم سعی نمایند آفتاب را در مسیرش برگردانند. اعدام هاس آتش خشم عظیمی را در بوهمیا شعله‌ور ساخت. تمام ملت احساس کردند که او فدای سوء قصد کشیش‌ها خیانت امپراتور گشته است. او را معلم وفادار حقیقت اعلام کردند و شورا که حکم کشته شدن او را صادر کرد متهم به ارتکاب قتل شد. تعالیمش بیشتر از پیش توجه مردم را به خود جلب نمود. به دستور پاپ نوشته‌های ویکلیف سوزانده شدند، ولی آنچه از آتش سوزی نجات یافته بود از محل اختفایشان بیرون آمد و همراه با کتاب مقدس مطالعه شد و یا قسمت‌های از آن را مردم به دست آوردند و عده زیادی به پذیرش ایمان اصلاح طلبان هدایت شدند. قاتلان هاس ساکن ننشستند تا پیروزی کار هاس را شاهد باشند. پاپ و امپراتور برای در هم شکستن این حرکت متحد شدند و لشکریان سیگیسموند بر بوهمیا تاختند، ولی نجات دهنده دیگر به پا خاست، زیسکا، که به زودی پس از شروع جنگ کاملا نابینا شد. کماکان قابل ترین ژنرال عصر خود بود که رهبری بوهمیا را به عهده داشت. آن قوم با توکل به کمک خدا و عادلانه بودن آرمانشان در برابر عظیمترین ارتشی که میشد در برابرشان آرایش داده شود مقاومت کردند. بارها امپراتور با جمع‌آوری لشکریان جدید به بوهمیا یورش برد و به شکل شرم آوری او را شکست دادند. پیروان هاس ترسی از مرگ نداشتند و چیزی نمیتوانست مقابل آنها ایستادگی کند. چند سال پس از شروع جنگ زیسکای شجاع مرد، ولی پروکوپیوس جای او را گرفت که به همان اندازه ژنرالی قابل و شجاع و از بعضی جهات رهبری
قابلتر هم بود. دشمنان بوهمیا با علم به اینکه جنگجوی نابینا مرده است، فرصت را برای به دست آوردن از دست رفته ها غنیمت شمردند. حال پاپ بر علیه پیروان هاس اعلام جنگ کرد و دوباره نیروی نظامی عظیمی به بوهمیا یورش برد و دوباره شکست وحشتناکی خورد. جنگ صلیبی دیگری اعلام شد. در تمامی کشورهای پیرو پاپ اروپا لشکریان، مردان، پول و تسلیحات جنگی جمع آوری میشد. عده بیشماری زیر پرچم پاپ جمع شدند با اطمینان به اینکه به بدعت پیروان هاس پایان داده شود. با اطمینان از پیروزی نیروی عظیمی وارد بوهمیا شد. مردم برای دفاع گرد هم جمع شدند. دو ارتش برای مقابله به هم نزدیک شدند و فقط رودخانه‌ای بین آن دو بود. صلیبیون به مراتب قدرتی عالی تر بودند، ولی به جای حمله به اهالی هاس که برای مقابله با آنها تا آنجا آمده بودند ایستاده، در سکوت رزمندگان پیرو هاس را تماشا می کردند. ناگاهان وحشتی عظیم بر آنها نازل شد. بدون زدن ضربه‌ای قدرت عظیم از هم گسیخته و پراکنده شد. گویی توسط قدرتی نامرئی متفرق گشتند. عده‌ای بیشماری به دست سپاه پیروان هاس که در تعقیب فراریان بودند کشته شدند و غنایم عظیمی به دست قوای پیروز افتاد، به ترتیبی که جنگ به جای فقیر کردن بوهمیا آنها را غنی ساخت. چند سال بعد زیر نظر پاپ جدید جنگ صلیبی دیگری به پا خاست. همانند دفعه قبل افراد و مادیات از تمام کشورهای پیرو پاپ در اروپا جمع آوری شد. وعده‌های قابل ملاحظه‌ای به آنها که در این اقدام مخاطره آمیز شرکت کنند داده شد. آمرزش کامل برای زشت‌ترین جرائم به هر رزمنده وعده داده شد. به همه کسانی که در جنگ جان خود را از دست بدهند پاداشتی عظیم در آسمان وعده داده شد و کسانی که از میدان جنگ جان سالم به در ببرند افتخار و ثروت به دست می آوردند. دوباره ارتشی عظیم جمع آوری و از مرز گذشته وارد بوهمیا شد. قوای پیرو هاس عقب نشینی کرده مهاجمان را بیشتر و بیشتر به داخل کشاندند تا فکر کنند پیروزی را به دست آوردند. بالاخره ارتش پروکوپیوس متوقف شد و برگشته بر ضد دشمن آماده جنگ شد. صلیبداران اکنون اشتباه خود را فهمیده بودند و در اردوگاه خود منتظر شروع جنگ شدند. به محض شنیدن صدای ارتش در حال پیشرفت، قبل از اینکه پیروان هاس دیده شوند، بر اردوگاه صلیبداران وحشت نازل شد. شاهزاده ها، ژنرال ها و سربازهای عادی زره‌هایش را بر زمین افکنده در جهت‌های مختلف پا به فرار گذاشتند. نماینده پاپ که فرماندهی حمله را عهده‌دار بود بیهوده کوشید قوای وحشت زده و پراکنده خیش را گرد هم جمع نماید. با توجه به تلاش‌های بسیار خود را در گروه فراری ها گرفتار یافت. پیروزی محقق شد و دوباره غنایم بزرگی به دست ارتش پیروز افتاد و بدین ترتیب برای دومین بار ارتش عظیم که از طرف ملت‌های مقتدر اروپا فرستاده شده بودند، مجموعه‌ای از مردان شجاع آماده جنگ و تعلیم یافته و مجهز برای جنگ در برابر مدافعان کشوری ضعیف و کوچک بدون وارد کردن ضربه‌ای متواری گشتند. ظهور قدرت الهی در اینجا بود. مهاجمان گرفتار وحشت مافوق طبیعی شدند. آن کسی که لشکریان فرعون را در دریای سرخ دفن نمود و ارتش مدیان را
در برابر جدعون و 300 سربازش به فرار واداشت و در یک شب ارتش آشوری‌های متکبر را بیچاره ساخت، دوباره دست خود را دراز کرده بود تا قدرت ستمگر را ناتوان سازد. آنجا ایشان سخت ترسانند، جایی که ترس نیست، زیرا خدا استخوان‌های محاصره کنندگان تو را میپراکند. تو ایشان را شرمنده میسازی، زیرا خدا آنان را رد کرده است. مزامیر فصل 53 آیه 5. رهبران پیرو پاپ ناامید از پیروزی به واسطه جنگ به تدابیر سیاسی متوسل شدند. به سازشی موافقت کردند که در حالی که مدعی به دادن آزادی وجدان به اهالی بوهمیا بود، با توسل به خیانت آنها را در تحت قدرت روم قرار میداد. بوهمیا 4 شرط برای صلح با روم تعیین کرده بود: موعظه آزادانه کتاب مقدس، حق اشتراک در نان و شراب عشای ربانی برای تمام کلیسا و استفاده از زبان مادری در عبادت الهی، مستثنا کردن روحانیون از کلیه امور مدنی و قدرت و در صورت ارتکاب جرم اختیار قانونی دادگاه‌های مدنی مافوق روحانیون و اعضای کلیسا. مقامات تابع پاپ بالاخره موافقت نمودند 4 ماده پیروان هاس پذیرفته شود، ولی حق توزیع آنها، یعنی تشخیص دقیق اهمیت آنها، باید به شورا واگذار شود، به اصطلاح دیگر به پاپ و امپراتور. بر اساس این معاهده‌ای بسته شد و روم آنچه را که نتوانست با کشمکش به دست آورد، با مکر و حیله به دست آورد. با قرار دادن تفسیر خود روی ماده‌های پیروان هاس و کتاب مقدس، کلیسا می توانست مفاهیم را مطابق اهداف خود منحرف سازد. گروه بزرگی از بوهمیا وقتی دیدن این امر آزادی‌های آنها را پایمال می‌نماید، نتوانستند با پیمان موافقت کنند. اختلاف جدایی در میانشان به وجود آمد که به کشمکش و خونریزی بین آنها منجر شد. در این کشمکش پروکوپیوس شریف کشته شد و آزادی‌های بوهمیا از بین رفت. سیگیسموند که نسبت به هاس و جروم خیانت کرده بود، پادشاه بوهمیا شد و با وجود تعهدش برای حمایت از حقوق مردم بوهمیا شروع به استقرار خواسته های پاپ ها نمود، ولی از خدمتگزاری به روم چیزی به دست نیاورد. زندگیش برای 30 سال پر از زحمت و خطر بود. لشکریانش از پا در آمده و خزانش از جنگ طولانی و بی نتیجه خالی شده بود و اکنون پس از 1 سال سلطنت وفات یافت و مملکت را در آستانه جنگ داخلی باقی گذاشت و برای بازماندگان نامی مشهور به ننگ و رسوایی به جا گذاشت. آشفتگی زد و خورد و خونریزی ادامه یافت. مجدداً قوای نظامی خارجی به بوهمیا حمله کردند و نفاق داخلی ملت را دچار پریشانی کرد. آنهایی که نسبت به انجیل وفادار مانده بودند هدف جفای خونین شدند. وقتی برادران قبلی با روم هم پیمان شدند و از اشتباهات آن تغذیه شدند، آنهایی که از ایمان قدیمی پیروی می کردند کلیسای خاصی به نام برادران متحد تشکیل دادند. این عمل از همه طبقات مردم برایشان لعنت به بار آورد. با وجود آن استقامت آنها متزلزل نشد. آنها مجبور به پناه بردن به جنگل‌ها و غارها شده، کماکان برای قرائت کلام خدا و اتحاد در پرستش تشکیل جلسه می‌دادند. آنها با فرستادن مخفیانه قاصدان به کشورهای مختلف متوجه شدند که اینجا آنجا گروه‌های تک افتاده از پیروان حقیقت در شهرهای مختلف مانند خودشان هدف جفا و آزار قرار دارند و حتی در کوههای آلپ
کلیسای قدیمی استوار بر پایه کتاب مقدس وجود دارد که بر ضد فساد بتپرستانه روم اعتراض می‌نماید. این اطلاعات با شادمانی زیادی مورد استقبال قرار گرفت و مکاتبات با مسیحیان والدنسی شروع شد. اهالی بوهمیا وفادار به انجیل در خلال سیاهی، جفا و آزار در تاریکی ترین ساعات شب منتظر مانده چشمشان را به افق دوختند، مانند کسانی که انتظار سپید دم را میکشند. سرنوشتشان به روزهای شریر افتاده بود، ولی به یاد سخنانی افتادند که نخست توسط هاس و سپس جروم گفته شده بود که قبل از طلوع قرنی باید سپری شود. این پیام برای پیروان هاس همانند گفتار یوسف به قبیله ها در اسارت مصر بود: من میمیرم و یقینا خدا از شما دیدار خواهد نمود و شما را بیرون خواهد برد. دوران پایانی قرن 15 شاهد ازدیاد آهسته ولی حتمی کلیساهای برادران بود. گرچه آنها بدون مزاحمت نماندند، ولی از آسایش قابل مقایسه برخوردار بودند. در شروع قرن 16 تعداد کلیساهایشان در بوهم و موراویا به 200 واحد می رسید. چون این باقی مانده ارزنده‌ای که با فرار از آتش شمشیر اجازه یافت تا طلوع آن روزی را ببینند که هاس پیشگویی نموده بود.